سلام. امروز اتفاقی خیلی باحال افتاد. من بیرون مغازه نشسته بودم، با کنارم یک بنده خدا بود. خانم من خیلی جدی، با وقار، بدونی که شوخی و چیزی بکنه. ما نشسته بودیم، اون بلند شده بود، یعنی اومد هی به میگفتش جون. چی؟ اومده جلو بقیه به من میگه جون جون. بعد دیدم که باز میگه کون کون. همونجا دوتا خانوما رد میشد، نگاه کردم که کونی هم نداشتن. بعد گفتم این بچه اینجوری شده. بعد نگو میگه نون میخواست برم نون بگیرم. یا بال بود.